کرده، پدرش و مادرش رو رها کرده، برادرانش رفتن پیکار خودشون. زن فقط یک همسری داره که باید تکیه‌گاهش باشه، باید پشتیبانش باشه، باید واقعا معنای واقعی همسری را داشته باشه، دلسوزش باشه. اما این همسر که زن به او پناه برده، مأوا و مسکنش تو خونه اونه، این همسر حقوق همسری رعایت نمیکنه، بد اخلاقه، تو خونه با همه جر دعوا داره. برادر عزیز، اخلاق در خانه اگر خوب نباشه، اخلاق تو خیابون با مردم تو رو به جایی نمیرسونه. اخلاقت خوب بکن. زندگی چند روزی، به هم بیشتر نیست. همه ما مهمان هستیم برادر عزیز. روزی میرسه که همسرت در خونت نمیبینی، دلت برای همسرت تنگ میشه. روزی میرسه که سر قبر همسرت میری، بر فراقش باید اشک بریزی، اشک ندامت و حسرت بریزی. روزی میرسه که تو آلبوم های عکس خاطراتت میگردی و بر گذشته حسرت میخوری. روزی میرسه که همه تون از دنیا میرید، زن مرد از دنیا میرن، همه در زیر قبرستان بایگانی میشید، اعمال و رفتارتون میمونه تا روز قیامت. این چند روزی که مهمان هم دیگه هستی، قدر هم دیگه رو بدونید. برادر عزیز، این زنی که در کنار تو دختر یک خانواده است، دست پرورده یک مادری خون دل خورده تا این بزرگ کرده، دو دستی به تو تحویل دادن، مادر بچه هاته، محرم اسرارته. چرا قدرش نمیدونی؟ چرا این همه ما ظالم هستیم؟ چرا این همه جفاکار هستیم به نزدیکترین